این پرونده یکی از مهمترین معماهای جنایی حل نشده ایرانه. تهران، دهه 70. شهر در حال گذاره. نه اونقدر مدرنه که امنیت کامل داشته باشه، نه اونقدر قدیمیه که امنیت نداشته باشه. جنوب شهر با کوچه های باریک، خانه های قدیمی، محلهایی که مردمش سالهاست همدیگه رو میشناسن. محلیه که قراره یکی از مهمترین پرونده های جنایی رو با همدیگه بررسی کنیم. پرونده ایرانی که در 3 دهه گذشته هنوز حل نشده و قربانیانش هیچ عدالتی ندیدن. این داستان قتل‌های جنایی جنوب تهرانه. پرونده‌ای که پلیس اسم مظنون متحرک رو روش گذاشت، اما مردم اونو به اسم دیگه میشناختن. سایه بیچهره. قاتلی که میومد میکشت، بدون رد پا میرفت. صبح یکی از روزهای پاییزی سال 1372 کارگر رفتگر شهرداری هنگام کار در یک زمین خاکی نزدیک خیابان خزانه چیزی شبیه به پارچه مچاله شده دید. اول فکر میکرد لباس کهنه یا زباله باشد، اما وقتی نزدیک شد قلبش فرو ریخت. جسد یک زن جوان بود با صورت کبود و آثار خفگی. پلیس رسید. محل جنایت بررسی شد. هیچ نشونه ای از درگیری نبود. نه آلت قتل، نه رد لاستیک، نه اثر پا، نه اثر انگشت. انگار یه نفر جسد رو از آسمون گذاشته رو زمین. پلیس فقط یه چیز پیدا کرد. دستمال سفید که نزدیک جسد بود. اما نتیجه شما رو شگفت زده میکنه. دستمال تماس مستقیم با جسد نداشت. تمیز بود. نه عرق، نه خون، نه اثر انگشت. گزارش رسمی پزشک قانونی چی بود؟ مرگ بر اثر خفگی دستی بدون هیچ نشانه ای از تجاوز. پلیس پرونده رو با عنوان قتل زن ناشناس باز کرد. اما این فقط شروع ماجرا بود. محله نازی‌آباد، ساعت 6 صبح، مردی که سگش رو برای قدم زدن به بیرون آورده بود کنار دیوار مدرسه متروکه چیزی رو پیدا کرد که طبیعی نبود. جسد یک زن حدود 35 ساله، این بار با حالت آرامتر، بدون آثار ضرب و جرح، اما دوباره خفه شده. اونم دقیقاً مثل قربانی اول، کفن پیچ و با دستمال سفید پیدا شده. گویا قاتل نمیخواست بدنشون آسیب ببینه. پلیس این بار جدی‌تر شد. 2 قتل پشت سر هم، آن هم با یک روش، آن هم در فاصله چند هفته. این یعنی یک الگو. اما ماجرا از اینم عجیب تر شد. پزشکی قانونی میگه زمان مرگ قربانی دوم تقریبا هماهنگ با بازه زمانی قتل اول بوده، اما جسد دوم دیرتر پیدا شده. یعنی احتمالاً قاتل هر 2 قتل رو در یک بازه زمانی انجام داده، اما در مکانهای مختلف فعل کرده. این یعنی ما با یک قاتل حرفه‌ای طرف هستیم. پلیس به دنبال ارتباط گشت. هر 2 زن بین 25 تا 35 سال، بدون سابقه کیفری، ساکن جنوب تهران و جالبتر از همه هر 2 تنها زندگی می‌کردند. قاتلی که انتخاب قربانی داره یعنی قاتل برنامه داره. این کار کسی نیست که حتی قتل اولش باشه. پلیس در اون زمان تحت فشار زیادی بود. جرایم در جنوب تهران زیاد شده بود. رسانه‌ها دنبال کوچکترین اخبار بودند. در نتیجه نیروهای انتظامی برای آرام کردن مردم شروع به بازداشت کردن مسئول‌ها کردند. کارتون خوابا، افراد سابقه دار، مردان تنها، کارگران عبوری، حتی بعضی مادرهای مطلقه. اما هیچ کدام کوچکترین ارتباطی با پرونده نداشتند و این خطا بزرگترین فرصت برای قاتل بود. شاید از خودتون بپرسید چرا؟ چون وقتی پلیس سرگرم بازداشت مظنون‌های مختلف بود، قاتل آزادانه برای خودش توی شهر قدم میزد. زمستان همان سال، خیابون شوش. این بار
جسد در صندوق عقب یک پیکان پیدا شد. اما نکته تکان دهنده این بود: زن زنده در صندوق عقب رها شده بود، اما از شدت کمبود هوا اون هم دچار خفگی شده بود. اما قاتل این بار عجله داشت. جسد رو کامل آماده نکرده بود. پارچه‌ای هم برای پوشاندن جسد استفاده نکرد و اینجوری بود که پلیس اولین سرنخ‌های واقعی رو پیدا کرد. یه اثر انگشت ناقص روی شیشه عقب پیکان. همه امیدوار شدن، اما جواب آزمایشگاه همه را ترسوند. این اثر انگشت متعلق به هیچ کس نبود. یعنی قاتل سابقه دار نیست، قبلا بازداشت نشده و از نظر قانونی یه شهروند معمولی به حساب می اومد. تو پرونده سوم پلیس متوجه یه نکته شد. پیکان متعلق به کسی بود که همون شب ماشینش دزدیده شده. کسی که ماشینش دزدیده شده بود گفت من همون شب ساعت 9 رفتم نونوایی نون بگیرم و برگشتم دیدم ماشینم نیست. پلیس سوال کرد کسی رو دیدی؟ مرد گفت یه سایه، یه مرد لاغر با قد حدود 175. کلاه داشت و صورتش اصلا معلوم نبود. فقط اینو یادمه که آروم راه میرفت. خیلی آروم. تا اینجا این تنها توصیف ما از قاتل بود. نه چهره، نه صدا. فقط مردی آروم که جلب توجه نمی کرد. پلیس پرونده ها رو کنار هم گذاشت. ترسناک بود. 3 زن، 3 محل متفاوت، 3 روش مشابه، بدون سرقت، بدون تجاوز، بدون انگیزه شخصی. این یعنی قاتل نه برای پول می‌کشت، نه برای شهوت، نه از روی خشم. اون برای خودش قتل می‌کرد. یه علاقه‌مندی شخصی بود. به این نوع قاتل‌ها میگن قاتل سریالی. تو این مرحله یه روانشناس جنایی وارد پرونده شد. چند تا نکته رو مطرح کرد. قاتل در محیط کارش یا خونش کاملا معمولی و بی خطر به نظر میرسه. انتخاب قربانی‌ها بر اساس آسیب‌پذیری بوده. زنانی تنها با ارتباطات اجتماعی کم. قاتل احتمالاً مشکل هویت و احساس کنترل داشته. رها کردن جسد به شکل مرتب و تمیز نشون میده وسواس و انضباط ذهنی بالا داره. و مهمترین جمله‌اش این بود: قاتل احتمالاً نزدیکتر از چیزیه که فکر میکنید. مدتی گذشت و به طور ناگهان قتل‌ها متوقف شد. پلیس گمان میکرد قاتل مرده، مهاجرت کرده یا زندانی شده یا شاید خودشو کنترل کرده. اما 2 سال بعد ناگهان قتل 4م رخ داد. این بار در یک پارک متروکه. روشی مشابه اما با یه تفاوت هولناک. قاتل به جسد یه یادداشت کوتاه آویزون کرده بود. یادداشتی که همه چیزو وارد مرحله جدیدی کرد. داخل یادداشت نوشته بود این آخریش نیست. پلیس شبانه روز خیابونا رو میگشت. در محله‌های جنوب تهران مامورهای مخفی مستقر کرد. اما قاتل دیگه هیچ قتلی انجام نداد. یادداشت قاتل آخرین نشونه‌ای بود که قاتل از خودش به جا گذاشت. انگار فراموش شد، ناپدید شد و پرونده بعد از سالها تحقیق با عنوان سایه متحرک قاتل ناشناس در بایگانی موند. بدون قاتل، بدون پاسخ، بدون عدالت. 30 سال گذشته، اما هنوز درباره قاتل نظریه‌هایی وجود داره. قاتل از تهران رفته، شاید به شهر دیگه‌ای مهاجرت کرده، شاید قتل‌ها رو در جای دیگه‌ای انجام میده، شاید الگوش تغییر کرده، شاید توی حادثه مرده، شاید بی دلیل متوقف شده، شاید ازدواج کرده، شاید به شکل عادی دستگیر شده، شاید هم قاتل هنوز داره توی همون محله زندگی میکنه. ترسناکترین نظریه اینه که قاتل هنوز تو همون محله زندگی میکنه. پلیس سالها روی این نظریه کار کرده. قاتل ممکنه هنوز در جنوب تهران زندگی کنه. یه مرد معمولی، بدون جلب توجه، با شغل معمولی، با یه خانواده معمولی. همون کسی که مردم هر روز تو کوچه خیابون میبینن اما هیچ وقت نمیدونن. سایه بیچهره دهه 70
همون آدم کنارشونه. این پرونده یکی از مهمترین معماهای جنایی حل نشده ایرانه. هیچ کس نمیدونه قاتل کیه، چه شکلیه، چرا دقیقاً فقط زنای تنها رو انتخاب میکرده، چرا متوقف شد. تنها چیزی که میدونیم اینه اون هنوز پیدا نشده و تا زمانی که پیدا نشه این پرونده بسته نمیشه.